میدونستی کارهایی که انجام نمیدی هم میتونه جرم باشه؟ سلام. امروز اول از همه میخوام بهتون بگم اصلا جرم یعنی چی. خب، هر رفتاری از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است بهش میگن جرم. خب حالا ترک فعل چیه، فعل چیه، ما که اینا رو نمیدونیم. بهتون میگم. ببینید، فعل یعنی چی؟ یعنی شخصی یک عملی رو انجام بده که خلاف قانونه و براش مجازات داره. برای اون عمل مجازات تعیین شده که همتون میدونید. خب ترک فعل یعنی چی؟ یعنی اینکه یک شخصی به وظیفه قانونی خودش عمل نکنه و عدم انجام اون وظیفه براش مسئولیت داشته باشه. مثل چی؟ مثل یه پزشک که باید یه عمل جراحی رو انجام بده ولی عمدن انجام نده و مجرم محسوب میشه. گاهی وقتا قانون فقط دنبال کارهایی که کردیم نیست، گاهی دنبال کارهایی که نکردیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. مخلص.